سفر عالی بود. باتومی خوش اومدید. فوق‌العاده عالی. عالی و خوب بود. خیلی عالی بود. خوابی کجا خوبیه؟ نیفه. سفر عالی بودش. از یه ولاگ جدید من ندام محمدم. قرار بریم به سرزمین خاچاپوری، سرزمین نان و شراب و بالاخره گرجستان. با ما باشید با یه سفر هیجان انگیز. بالاخره فرودگاه. دیدی بعد جنگ اولین بار اومدیم فرودگاه. واقعا یه مسخره بازی که باید برای گرجستان هرچی که داری و پرینت بگیریم و کاغذ فراموش به باتومی خوش اومدید. خب ساعت 3 رسیدیم باتومی بدون هیچ مشکلی رد شدیم از پاسپورت چک. هیچی رو چک نکردن. اینم بچه ها. دوستان خوش اومدیم به باتومی. خیلی عجیبه. هتلمون عجب جاییه. خب اینم اتاقمون. اینم بیرونش. وای چه جای باحالیه. اتاقا رو تحویل گرفتیم و یه چرت زدیم و ردیف شدیم. بچه هم دارن میان و فقا ریتش هر $1 دو لاری میده. اینجا واحد پول گرجستان هم لاریه. اینجا میدون اروپاه، یکی از جای دیدنی و معروف این منطقه باتومی. شهر باتومی اینجا میدون اروپا، ساختمان‌ها همه به سبک اروپایی ساخته شدن. این مجسمه مدیاس، اونم که دستش پشم زرین گرجستان بوده و این منطقه. یه داستان تراژیکی هم پشت این مجسمه هست و خیانت و عشق و ثروت. خب میدون اروپا رو دیدیم، چنج کردیم، خیلی عجیب بود. فاصله یه اکسچنج تا یه اکسچنج دیگه یه عالمه تفاوت. ولی وایب کلی شهر خیلی خوبه، هوا خیلی خوبه و اینجا غروب زیبای باتومی. You want jump? Jump? Yeah. 1, 2, 3. غروب زیبا. این هم شهر باتومی. از گشنگی شیرینی گرفتیم 12 لاری. این بازی ترکیه و گرجستانه. اینم ساختمان حروف گرجی که شکل DNA. شیطون و فرشته. این دوتا مجسمه نینو و علی هم. علی اینو مسیحی بوده و علی مسلمون. اینا عاشق هم میشن ولی خب به خاطر اختلافات مذهبی مخالفت میشن. یه روایت هستش که اینا به هم نمیرسن و یه روایت هست که اینا به هم میرسن و فرار میکنن و با هم زندگی میکنن. یه بچه هم داشتن که علی مجبور میشه بره جنگ آذربایجان و اونجا کشته. طراحی این یک عالمه جایزه برده
اینا هر نیم ساعت تقریبا به هم میرسن و از داخل هم رد میشن به یک منظره جالبی. سلام از روز دوم در باتومی. بریم این صبحونه بخوریم. Hello, good morning. Can you tell me your number? Yes, 2020. Thank you. ببینیم صبحونه چجوریه. چقدر کتاب داره، چه جالبه. اون سیب زمینی خوشمزه ها که اون همه پول دادیم دیشب. به به. ماشینمونم اومد. عجب ماشینیه بچه‌ها. واه. توی مسیر ایستادیم که بچه‌ها چای بخورن تا شما منظره رو ببینید. بنزین قیمتش 2.74 لاریه. هر لاری 40,000 تومنه. حدود 110,000 تومن میشه. بین راه اومدیم اینجا غذا بخوریم. انگار اینجا یه جشنیه. میخوام استایل موها رو ببینیم. یکی از غذاهای سنتی گرجستان خینکالی، اون یکی هم که خاچاپوریه. تمام این دیواره ها رو بوتون پاشیدن. یه تکنیک برای جلوگیری از فرسایش و رانش خاک. ساعت 7:15 و ما هنوز نرسیدیم. حدود 8 ساعت از مسیا تا تفلیس با ناهار و استراحت. خب رسیدم هتل اولد میدان. بسیار در لونگر بودن، هیچ تخفیف ندادن. خب اینم اتاقمون توی تفلیس. اوه هموش قشنگه. اینجا اینجا مرسی. بالکنش به یکی از بهترین جاهای تفلیس. اینجا قشنگترین جای شهر هتل گرفتم، یعنی جاش عالیه. ما قرار بود بریم برای گشت و این هوای عجیب و غریب با رعد و برق‌های بسیار، بارندگی شدید و این تفلیس زیبا. توی با روز بارونی شدید اومدیم صبحونه بخوریم. این بالکن اگر که بارون نبود سقفش باز بود، کل شهر رو می‌دیدیم. اینم سلف صبحونه است. همسفر گلمون. سلام صبح بخیر. صبح بخیر. سلام خانم، صبحتون بخیر. سلام. اینم لیدر خوشگلمون. بیره. خب هوا باز شد و ما قراره بریم گردش. در مورد خود شهر تفلیس، اینی که در دو بخش تشکیل شده، بخش قدیمه، یه بخش مدرنشه.
میدون آزادی که داریم میریم اون نقطه اتصال قدیم و مدرن با هم. اینجا قشنگ دل بخش قدیمه. خود تفلیس قرن پنجم ساخته شده، پس اکثر چیزای قدیمی مال همون قرن پنجمه. اون موقع شاه واختانک بوده، شاه گرجستان، داشته برای تفریح اینجا میگشته، میرسه به محل اینجا و خیلی خوشش میاد از آب و هوای اینجا، دستور میده که تفلیس رو بسازن. حالا بس میریم الان میدون آزادی رو ببینیم. وایب تفلیس خیلی وایب باحالیه، خیابونای سنگ‌فرش شده، پر از جاهای تاریخی، توریستی، پر از مغازه. حالا میخوام بهتون بگم اگه میترسید بدون اینترنت بمونین گم بشین، برنامه مپس می رو داشته باشین. بدون اینترنت همه جا کار میکنه، فقط کافیه که دانلود کنین. خیلی برنامه مفیدیه. همون پر از این مغازه‌های سوغاتی فروشی. توی تفلیس اگه از توی خیابون رد بشین، معمولتون بهتون بزنه شما مقصرین و پلیس حتی شما رو هم جریمه میکنه. خب رسیدیم به میدون آزادی. اینجا قبلا به اسم در زمان شوروی سابق به زمان میدون لنین معروف بوده و بعد از میدون آزادی. بچه‌ها وایسید کنار درخت آرزو عکس بگیریم. اینم درخت آرزو هست، گره میزنن. خریدم توی تفلیس خواستیم بیان جای نزدیک اینه پاساژ گالریا که همه برنده هم داره، قیمتش هم تقریبا مناسبه اگه بخوام خرید. اونم میدون آزادیه. جای بعدی که بچه ها رو آوردن پاساژ گالریا نزدیک میدون آزادی، تمام برنده رو داره. الان میچرخونم ببینیم. بسیار جای زیبا و قشنگیه. خیلی شهر قشنگیه. ما توی مسیحیت فرقه داریم، فرقه کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس. حالا فرقای اینا چیه؟ کاتولیکا وصلن به واتیکان و پاپ و خیلی سنتیه. ارتدوکسا خیلی به رهبر واحد ندارن و خیلی به اولیه، باورهای اولیه خیلی معتقدن. و سوم پروتستانن که خودشونو چند قرن پیش از قید و بند کاتولیکا رها کردن و خیلی آزاد فکر میکنن، بخاطر همین اسمشون شده پروتستان. توی گرجستان دینشون ارتدوکس و کلیساهاشون خیلی مرتبط با ارتدوکس. هم یه نمونه کلیسای ارتدوکس که خیلی به باورهای اولیه اعتقاد دارن همچنان. اینجا برج ساعت تفلیسه که توسط برترین هنرمندان گرجستانی الهام گرفته از زلزله. این کاشیات با دست نخواهی شده ریز بین اینا روی هم قرار گرفته. توی لحظه اول حس می‌کنی داره میریزه، ولی واقعیت اینطوری نیست. سال‌ها ساعت 7 بعد از ظهر و 12 ظهر هم این داخل میاد بیرون و یه زنگ خوشگلی هم به صدا در میاد. حالا بیاین عکساشونو بگیریم. اون بغل هم کوچکترین و بزرگترین ساعت شهر. وای راست میگه، ساعت دیده میشه. خیابون کنار برج ساعت که خیابون شاردن هم هست، پر از این کافه‌های خوشگل مشکله.
خب گروه ما رفت بگو یه سه چهار معروف از این شد. برگه ها بده دیگه. بیا از عقب نوشته هاشو بگو. نوشته که چه اتفاقی افتاد تو What happened in 2020 Bitcoin? Celebrity were filmed in Tivoli. به سلبریتی ها اینا هستن. میدان بازار چی داره؟ ردیف شراب سکه ها رو این تو مثل اینکه چیز میده حاجت میده پنیرا رو میدونم قیمت نداره اینا خینگالی ها رو این خینگالیه اونم خاچاپوری ها نمکتونه اینا تا خوشگله کلابه در گاف صندوق رو با کنی و تو کلاب شب بیایم اینجا کلاب همه باره سقفش قشنگه سماد ایرانی دیدیم اینجا بچه ها نشستن دارن اسمتون چیه؟ الیو پیام اومدن روز عروسیشون اینجوری اشغال کنن بچه ها خوش بگذره بهتون خوشحال شدیم خوشبخت باشیم قیمت ها هر لاری تقریبا 38,000 تومنه با دلار 100,000 تومن میخوام برای خونه خرید کنم ماما دستم اینجا داریم میریم یه شب رستوران باحال با بچه ها که رقص همین گرجی و اینا داره و سنتی و اینجا هم که اسمش میدان بازاره. این هم که قفل و از این پل اشاق و این صحبت ها. این هم یه رودخونه هست چقدر هم خوشگله اینجا. داریم میریم این رستوران. این رستورانی که قراره امشب بدیم این هم برای آسیابه اینجا باید روشون خیلی خوشگله اشتریه سخت اومدیم رستوران های در تفلیس. خب این اجاخوری بیفه، این اجاخوری خوکه، سالاد یونانی. این چی بود؟ سوپ مشروب قارچه و واقعا خوشمزه بود. محمد بگو چه مزه‌ایه؟ معمولیه؟ اسم رستورانش هم بگید. رستوران هاید پنهانه اینجا، این پایینه، بخاطر همینه. خیلی فضای جالبی هم داره، نورپردازی باحالی داره.
این 30 لاری بود. میشه چقدر؟ چند تومن ما؟ 1200. این هم لبنیه که نون و لوبیای پخته و له شده. غذای سنتیه. غذای سنتیه. آره خنی هم داره دیگه. علی آقا چونه؟ خنی هم داره دیگه. مورد علاقه من نیست. اون اسمش چی بود؟ اوچاخوری. اوجاخوری خوشمزه تر بود. آدم کجاست؟ اینم برگری که چت جی پی تی میگفت معروفه. بالای چی میخوای بخوری؟ این برگره رو موندم چجوری بخورم. گاز بزنی؟ نمیدونم، میخوام امتحان کنم. دسته بذار بغلش ببینیم چقدره. اصلا امکان نداره. دهن آدم اینقدر باز نمیشه. یا اول دستکشش خوب میزن. دستکش جراحی بود. اما تیکه اولش هم نمیره دودن. اون میخواد ضروریت پولش الان میذارم. خوشمزه است؟ عالیه، با اینکه سیرم خیلی خوشمزه است. چجوری یکی گاز بهتون بدم؟ یا آخرش پول جمع کن. سلام از روز آخر در تفلیس و این هوای بسیار زیبا. حالا که ما داریم میریم روز آخر سفره و هرچی پول مونده بود و اومدیم خرید کردیم و سوغاتی خریدیم و اومدیم فرودگاه و لحظات آخر با بچه ها. Thank you. Thank you. Bye bye. اینم فرودگاه تفلیس. خانم دکتر مهربون گروهمون، نظرتون چی بود در مورد سفر؟ عالی بود، یعنی یه تجربه بسیار عالی، بی‌نظیر و برای اولین بار بود که من همچین ترکینگ طولانی مدت و برای خودم نسبت برای خودم سنگین بود، ولی خیلی خوب تونستم با کمک شما اینو اجرا کنم. خیلی ممنونم، واقعا خیلی لحظات قشنگی برامون درست کردید، خیلی مناظر بی‌نظیری رو دیدیم. از لطف و محبت شما خیلی ممنونم. این جوان‌ترین فرد گروهمون، نظر چی بود آرمین جان؟ خیلی از خواب داریم می‌بینیم. آخر سفر عالی بود، مخصوصا پیمایشی که سالها انتظارشو داشتم. بسیار هوشگولی، فوق‌العاده زیبا، یخچال‌های زیبا، لیدرهای خوب، شاه محمد عزیز و ندا جون. سفر خیلی قشنگ و زیبایی داشتیم، شهرها رو هم گشتیم. خب دوست خوشگلم، هم دوره‌ای هم طول لیدر، حتی آرمین هم طول لیدره، مرزی جونم هم طول لیدره. نظرت چی بود عزیزم؟ یه سفر فوق‌العاده عالی و میتونم بگم که تو طبیعتش رویای خودم رو زندگی کردم و این سفر یکی از حسنایی که برای من داشت این بود که
با یکی از دوستانی که خیلی مدل زندگی و سبک زندگیش مورد علاقمه هم سفر و هم اتاق بودم و فکر میکنم هیچی جذابتر از این نیست که توی سفر تو لیدر دوستت باشه. یه سفر خاص رو تجربه میکنی. خیلی به هم خوش گذشت. امیدوارم که تک تک خاطراتش توی ذهنم حک بشه بمونه و باز هم قسمتم بشه که یه همچین سفری رو بیام. پیمان داره حرکت میکنه و خدا حافظ تفلیس.